تا زمانی که به زخم‌های درونمون بر نگردیم و مشاهده‌گر اونها نباشیم و تا زمانی که به الگوهای رفتاریمون بر نگردیم و اونها رو نشناسیم، زندگی دائم ما رو توی مسیری قرار میده، توی اون چالش ها قرار میده که ما یا به اجبار اون تغییره رو بپذیریم، تغییر کنیم، یا له بشیم. انتخابش با توه. یا تو بایستی انتخاب کنی که با هر سختی که هست خودت چالش تغییر رو بپذیری، یا زندگی تو رو مجبور به تغییر میکنه. زندگی با کسی شوخی نداره. اما من خردبانم و بلدم چطور زخمای درونتو التیام بدم و اصلا بلدم چطوری بهت یاد بدم که خودت این کار انجام بدی و اون تغییره به سادگی اتفاق بیفته. فقط کافیه که با من همراه شی.